بلاگر شم. اکای نجیبلو اکای سنگلی بینای بالا بروین اکای سنگلی اکای نجیبلو بینای بالا بروین اکای سنگلی اکای نجیب بینای بالا بروین دیگه میگم ما مردک شوخ گشتم گفتم که سرنوز جونه ما 40 سال ای بالا برو اومدیم بو قطع ای بالا برو. اگر سعدی و منیژه شما را دعوت کنند دوباره با اونها یک جویا میشوید؟ امکان دارد. دوستان خیانت و تهمت دیده اید؟ به هدف دارم. سلام مخلصان و هواداران برنامه‌های فرهنگی و فراغتی کانال ام پروداکشن. برنامه نوبتی اسرار هنر است تقدیم شما از باغ فرهنگی و فراغتی ایران و این لحظه ها مهمان برنامه ما هستند یک تن حجب‌نگار شناخته هنرمند از گروه عربشو کمپانیا فخرالدین عربشو. خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم. رحمت عبدالرحمن جان. سلامت باشید. و چند مدت بود که ما با شما برنامه تهیه نکرده بودیم. چند مدت شما رو هم یافتن خیلی دشوار گشته بود. کجا بودید؟ چرا در سامانه‌های اینترنتی نبودید؟ یک بار غیب زدید. هیچ کمر نمیوه عبدالرحمن میوه. بله. برای که عبدالرحمن دوستی بهتنه احوال ما وقت بخبره. از خونتون گرفته با ماشین میارم. همه ما را میسوی فقط. ما گمان کردیم که شما گرفتار بیماری کرونا ویروس شدید از همین خاطر از خونه نمیبرید. استغفرالله توبه. اگر خیلی میشه اووزا میشید الکی. بو چند کسگه میشید بو. کجا بودید؟ با همگون معلوم است عبدالرحمن جان با همگون معلوم است برنامه‌های کنسرتی یا که توی تماشا خیلی شود میرفتیم اگه بیماری چشم بسیار ما را اذیت داد خیلی همین چشم چپ ما غم داد دیگه نمیشید برآمد کردن از همین سبب برآمد نمیکردم. بله. و چی شد عاقبت همون جراحی شما کردید؟ عاقبت جراحی یک کفتنسه دادن موده 28 اوگوست گفتن که همون کدام دکتری کدام طبیبی که از همون هندوستان همون طبیبی که خودش می اومده میفهمیده این چیزا که شما باری سوم جراحی میشین گفته تنها هم میدونم یعنی گفتن 2 مرتبه شما لکه جراحی کردید؟ 2 مرتبه در بیماری و بیمارخانه و خدمات چشم خدمات دکتر و سنگویچ جراحی کردم. خیلی دفعه سوم میشود ان شاء الله خیلیش 28 اوگوست گفتم خیلی نوشتن مبلغ چی میرسد یا اینکه نه اولی یعنی هنوز هم مبلغ لازمی جمع نشده است؟ نه با چی کار میکنید؟ کی به شما کمک میکنه؟ میبینیم با خداوند تعالی ان شاء الله با خودش رساند با یک سبب با هست یگون شخصایی هستن دستگیری میکنن خیرخواه هستن. بله خیلی خیر کردم دادن یاردم دادن بخواه ان شاء الله. بله. همین توقی شما رو در سرتون من خطا نکنم یک نزدیک 10 سال شد که من در یادم است. تقریبا چند سال شد در سرطان است؟ عوض نمیکنید؟ یگون سیر داره یگون علم و جادو داره؟ اما نزدیک 10 سال گفتگی شما شید. نزدیک 10 سال شما گفتگی شید. من فکر میکنم که یه اثرها میروه سال نه برای چی بگو؟ برای که قیترمه ایمو دارم میبروه. گفتم که با همون یک دو برنامه که دعوت کرده بودین همون زمانو دا ایرا گفتم که سبب هم تاقیمه خودی هم شبنمی سرایو شد دیگه توفا کرده بود دیگه خیلی دیگه نمود بود دیگه هم خیلی رفت بود. برای چی امروز تماما تقلید نمیکنید؟ نه به منیژه نه به شبنم نه به ذکری الله نه صدرالدین. سبب در چی؟ سالهای پیش بسیار تقلید میکردید همکاری داشتید. صدرالدین از کانادا دای بفکرم فکر میکنم بسیاری ها امین وای تقلید با از یاد برآوردگیان نمیدونم یا که بعضی ها در مشغول زندگی یا که حیاتشون که دیگر صحنه چو میکنن دیگر برنامه میکنن یا که هم تقلید از بین بردن یا فکر میکنم خیلی برای منیژه مثال منیژه در بود نیست در روی صحنه نیست برای چی منیژه شبنم چی؟ شبنم کامل شبنم سوره که وایو پاپ چیش دیگه چی میگم پاپ توپ میگن کراله و چی بود؟ پرنسس همی چیش دیگه نزی
و میدونی چیش دیگه هستشون که یک زمان بود که میگفتن که در بعضی دولت ها بخشونه یک خیلی دولت بخشه یادرنی وای دوره اروجه دوره خرش اتمنی اروجه دوره اروجه ما هم سوریه و شبنم فرزانه هم سه تانیو وحش دیگه خیلی اینا رو ما میتونیم تقلید کرده با هم صبح میشنیم قدشون میکردیم بسیار چوشون هم میگرفتیم تقلید نمیشه امروز من تقلید کنه کرا تقلید نیم زلیخا است فرزانه است فیروزه حفیظ و بسیار فعال است در سامانه‌های اینترنتی از همین سحر از خوب خستن شه رکلام میکنه تو خوب رفتن شه با خوش نمیبره برو تو خوب رفتن خود با خوش نمیبره فیروزه میکنین تقلید میکنین بسیار با تقلید میکنین بازی خیلی توی چند وقت گفتم که دارم اونجا دیگه در فکری و هم نیستم با شبنم امروز تماما رابطه ندارید همکاری ندارید نه در سایت اینستاگرام گام میزنیم با شبنم با صدرالدین گام میزنیم هم دو نفر گام میزنیم سه وقت بعد در سایت منیجر دولت گام میزنیم فکر میکنیم که خودش نیست برای که من دیدم خودش بود نمیدونه که رسمی خودش کسی سوال جواب میکنه که برنامه خودش هست و میگم مو پرودوسر ده این در حقیقت منیجر دولت و خودی واست من افیری مستقیم کرد آوازش شنیدم میدونم میشناسم و چند سال قبل تلفنی صحبت میکردیم دارد نفری که صحیفه رو پیش میبرد ولی بسیار وقت خودی اونم افیر میکنه کسی هست که گپ میزند بعد سوالم ده خوب جواب میتونه که سوالای من اگر خوب خوب جواب داد انیق منیجر دولت است چون که دختری با سواد است خوب هم باشد و با کانال نیک پرو خبر چی شد همکاری رو قطع کردی نه همکاری قطع شد برای که شهردومه تموم شد وقتی که بعد نیک پرو را وایش بسیاری بد بده کارو بروش فعالیتش بسیار ده تویش بسیاره یا که توی ندارم بعد ما را دعوت میکنن یا که توی سر میشه بعد دعوت میکنن نمیدونم اما باز گفتن که گویا که صحنه‌چه های شما پرسمتری کم گرفته است از همین خاطر نیک پرو دیگر با شما نخواست از همکاری کنه از بعضی مشمش ها میگن که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد هیچ اوهان خنجر چیزی نشد تولد کشیدی استا تماشا میکرد من چند برو چند نفر رو زنگ زدن دارم گفتن که اکش مختون کانال نمیکشین چند و میزنیم فخرین عرب شو میبرید همون کانال اشما نیخه خدم نیست یک رفیق ما مسکو گفت که من یک تا وای خدم میکنم خیلی گفتم بکشو که شد روز گفت که 57 تا 58 تا پادپیس چکشیده بعد به کسی زنگ زد که اکا شما در همین کانالاتون انا یگون صحنه خیلی نمیمونین وای پادپیس کو بسیار شما گفتم که واسه همین کینوتئاتر برای مثال کینوتئاتر برای آدم نباشه کینو میمونن و شما هم جمع شدیم بگید من کینو ما موندم بگیم تو شما تماشا کنین دستگیری کنین همه دستگیری با هم پادپیس کو میشه خیلی این زمان تنها هستی کجا فعالیت میکنید میگم بلوگر شم بعد دیگه میبره بعد امروز بلوگری شده نوبتی من دهنم کشوده شد در غیبتی من دیگه همه فخرین با بلوگر شد نه سوالی دیگر برای چی در یگان فیلم شما نقش نمیبازید من ندیدم من بسیار حجم‌نگارا رو دیدم شما رو ندیدم در فیلمو دعوت نمیکنن یا خود شما نمیروید نه بعضیشون دعوت میکنن با بعضی ها بسیاری خیلی دعوت نکنن بعضیشون دعوت میکنن که اگه فیلم بیاد وای میکنن بازی کنین تکنین بعد بسیار وقت ما با هم سبب بیماری چشمم میگم که من نمیتونم اهوده همی نقشی که شما مرا دادید من اهودهش نمیبرم بسیار وایده میگم بعد در وای من نمیگم در مثل نقشایی که من بازی میکنم نمیگه با میگه که اگه شما اخی بسیار نقشا را گپ زنن بازی میکنید که بسیار وقت مرا با دعوت میکنن که در همین نقشی کارمند ارگان بازی کنم دعوت میکنن که اگه هم ده بازی کنم خیلی وای بد میشه نمیکنم بسیارتر نقشی کارمند BDA رو بازی میکنید من دیدم نقش میلیسا رو بازی میکنید زینالعابدینوف بله با شما یگان فشار تهدید نمیارن نه اونا رو تنقید میکنید برعکس با دستگیری میکنن کدوم نمود مثلا من میگم که من در لباس در کار یا که من در یگان چی در کار حجره که خودشونه و یا کار میکنن در اونجا جای کارشون با ما تامین میکنن با در راه رفتن یاردم میتن نگاه کنین گفتم یک از مثال وای نکنه بسیار دستگیری میکنن و بیایید به قسمت دومی برنامه ما میگذاریم که از 10 سوال عبارت است سوال ها طریق واریانت به شما پیشنهاد کرده میشوند
شما کوشش کنید که از ما نرنجید، چون که بعضی سوال ها رو با ما مخلصان پیشنهاد میکنن هنگامی که ما افیر میکنیم، هنگامی که در پایان برنامه کامنتر می نویسند، پینوشت ها رو میخونیم. بسیار خواهش کردن که همین سوال ها رو ما با شما پیشنهاد کرده باشیم. آماده باشید؟ اگر آماده است. فقط خواهش میکنم که پاسخهای درست کردم. خب برای چی سراینده نیو هجونیگار شده؟ وریانت ا، حواس سرایندگی دارم ولی آوازم نمیرسه. وریانت ب، چون که به مبلغ سراینده شدن غیر امکان است و زیرا من هجونیگاری رو بیشتر دوست میدارم. منم آخرانش خوب. اونش چی؟ حواس سراینده دارم آخرانش ولی خوب دوست آوازم میدارم. نمیرسه. تو خیلی عبدالرحمن جان میدونی که بگم آواز رو بسیار جدا خودت میبینی با میگو که اکای فخردین خوبه، اکای فخردین آوازتون چقدر خوبه. بیا سرود بخونیم با جویش دیگه، بیا سرود بخونیم، بیا اگه تا دویتی تیبی عجبی بسیار میخونم. میگیم بیا سرود بخونیم. خودی نجیبلو نجیبلو پاشو میپرند میروند. اکوز پاشو دیگه نمیپرند نگیردد میستنم خیلی جمع میشوند یک برا. در یک جو نجیبلو گفتیم یک خیلی کمتر باید چیزا که پیش گفتم در یک جو اکا نجیبلو را خیلی بد ندیدم. بعد زنگ زدم اکا سوزی تینجی گفت میشه خود سوزی سلامتیات خوبه. گفتم کجا دایی؟ گفت کلوب دایم چند قشید با برنامه داری همین بارون میشه سیل میشه. گفت بعد مرا دعوت میکنی افتاب باشه؟ گفت فردا دنده میکنی. گفتم نه یک هفته خیر ما هم کلوب رفتیم. گفتم کی رفتین کلوب؟ گفتم من 11 دا خیلی آخر روز 11 اونجا آوز هات کو همون سیل شما بردین. بعد یک توی بعد نقل کرد. یک بگم که اگه چی نقل که اگه نویگری است میگه نویگری میگه یک چند روز پیش توی در رفتیم گفت خطی سنگاله میرزایوف رفتیم گفت در بالای کات حوالی دا گفت سروینوز یوسفیشتگی گفت سروینوز یوسفیشتگی هم توی دا گفت بالای کات یکی ما خط سنگال میرزایوف رفتم گفت انا سروینوز ایجاش خست. گفت مورا هم پیش سروینوز بودن اکامز ایجاش خست. گفت که اکای نجیبلو اکای سنگالی بینای بالا بروین، اکای سنگالی اکای نجیبلو بینای بالا بروین، اکای سنگالی اکای نجیبلو بینای بالا بروین. دیگه میگم ما مردک شوخ گشتم گفتم که سروینوز جونه ما 40 سال ای بالا برو مدرسه بو قطع ای بالا برو. دیگه همچنان او را من دیگه میگم نه تمام میگم دانی مرده کریم انداختی درم همینجا سر کردی که باید هم برو. سوال دیگه، چرا از سعدی و منیژه جدا شده؟ وریانت ا، با وریانت ها جدی دقت با آنها دیگر همکاری کردن نخواستم. ب، آنها با من همکاری کردن نخواستند. و مرا از گروه پیش کردن. گ، من خواستم که کانال خودم رو گشوده در علاهیدگی فعالیت کنم. اوشا خواستم که علاهیدگی کانال کشم نکی برای کانال کشودن با شخصای در کورن که وایو با دستگیری کنن. مثلا هستن با بلاگروی مشهوره که مثلا کانالشون مشهوره که وایو دستگیری کنن و قرصه گرده طرف دستگیر کنن بعد دو پیش میره. این یکمش. دویمش ما مسئولیت هندیگری منقطع برآمدگیم رفتگیم. ما فقط هم سال 98 فقط هم مرا هم خیلی گروه بسیار شده که گروه عرب شو هم خیلی با مسئولیت هندیگری من برآمدگیم. ما مثلا من وجود داشتم نه یگون کارخونه دولتی باشه که یگون چیزی دولتی یا یگون مکتب به مرخوره یگون وظیفه باشه که بگن که تا کار رونده شدی تاک 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 می‌نویسن دیگه دیگه معاش دولت رو می‌گرفت. سوال دیگه، اگر سعدی و منیژه شما را دعوت کنند دوباره با اونها یک جویا میشوید؟ ا، بله میشوم. ب، نه دیگر نمیخواهم. و من با اونها احتیاج ندارم. این دنیا دا اکن وای بگیم دا احتیاج ما فقط به خداوند تعالی. وقتی که هنر داریم خداوند خودشم گفته است که مهنت کنین راحت میبینین، مهنت نکنین نمیبینین. نه که ما نه میشوید اگر دعوت کنن یک جا باز میشوید امکان دارد. امکان دارد فقط
با مصلحت بله با مصلحت یکدیگر فهمی با یکدیگر شود. اگر فهمی. ممکن است که فخرالدین عربشاه باز همراه منیژه و سعدی و کامل و دیگر دانشجویان شما در صحنه‌چه آنها را یک جا ببینید. فکر میکنم برنامه کنسرتی فقط بله. یک جا شاید. سوال دیگر، شاید که شما از این سوال خسته عمیق‌ترش خفه شوید از من، ولی این سوال رو در کامنتار و چند دوست شما نیز گفت. من میخواستم که همین رو از زبان خود شما شنوم. آیا راست است که شما افیریس هستید؟ بله بعضا وقت افیریس میشوم. نه این اوضاع حقیقت ندارد و این تهمت محض است. معنی افیریس رو فکر میکنم میدونید. اولش تهمته. ما گفتم که ما خیلی هم برآمد نکنم. اول برآمد میکردم میگفتن که ای عبدالرحمن دیگه کار نداری، فقط فخرالدین عربشاه. عبدالرحمن دیگه کار نداری، ای نکبرو شما دیگه کار نداری، فخرالدین عربشاه. ای جر فخرالدین عربشاه. گفتم ما تو خیلی برآمد نکردم. همه چی میگن؟ نکی نکردم من برآمد گفتن. با افریس میکردیم میگفتین تا نمیکردیم میگفتین تا. آیا خوش بکنی؟ آیا بکنی خوبه. همه کار کردن خوبه. نکی فکر میکنم کسی که افریس بگه ممکن خودش خود دیده یگون بار که ما هم همونجا بودم. از دوستان خیانت و تهمت دیده اید؟ بله بسیار دیدم، به نه ندیدم. بهد بسیار بهد عبدالرحمن جان از بسیار شون دیدگی. صنعتکاران، از همکسبان، دوستان چند نمودش چند نمود. فکر میکنم نامش نمیگی. نه نامشون نمیگم. وای خودشون الک. وای چون الکه بعد برنامه شما هم کانالی که برنامه میرود الکه چون پای میبرن. کانال ام پروداکشن. کانال ام پروداکشن. خشون الکه پای میبرن. سوال دیگر، بسیار مخلصان خواهش کردن که از خود شما شنوند. برای چی با شهریار دولتov و شهلا دولتov امروز ها تماما همکاری ندارید؟ چون که آنها به قول خودشون الکه ستاره گشتند و به کمک من نیاز ندارند. ب چون که میان ما بسیار نفهمی ها شد. و چون که امروز ها آنها با دیگر نفران همکاری دارند و با من نه. و یا تولد شده بودن ستاره شده بودن. تولد شده بودن ستاره بودن الکه. بعد دویمش ما فکر میکنم که هست شخصایی که وای چی کردیسن قطعشون همکاری کردیسن. با نزدیکی یک کنسرت داشت 8 مارس ارکین زنگ زده بود از کاخ لاهوتی از شهر دولتov. ارکین کاخ لاهوتی زنگ زد که اکا یک دو سرود ازبکی میگن که همه چی رو تو خودت وای میکنی، چه خیلی که کدام سرودش پیش میکردی همه خیلی. بعد گفتم ما الاشخای هرچند بینمون نفهم یا باشد وای باشد. یعنی این اوضاع خط دورن. اوضاع خط دورن. شما نفهمیاش هست. هم میانی شهر دولت و هم شهلا دولت. من میدونم که یک وقتا شهلا دولت و شما رو داده میگفت. امروز چی؟ امروز رابطه دارید؟ و یا گلا داده دورم. داده دورم با یک اون دیگه. بعد با یک کنسرت دیگه در شهلا دعوت کرد. قرغان تپه او رفتم. خیر ما هم وقت در خدمت دولتov. بله این شو بیزنس همین گونه است که دشوار است مدت طولانی با یک نفر همکاری کردن. بله. کم هستند چون این نفران خواه ناخواه چیز سبب می شود، باعث می شود که همکاری قطع می گردد و آنها با دیگر نفر همکاری می کنند. بله. آیا راست است که شما یک وقت ها با منیژه دولت و در حقیقت عاشق شده بودید؟ بله تا حال دوستش می دارم. ب او رو همچون هنرمند دوست می دارم. و نه من عاشق او نبودم. نمی عاشق نبودم. من صنعتی منیژه عاشق هنرش بودم. در حقیقت یک شرکت بود برای منیژه دولتov. بعد دیگه هم اومدن در هم شرکت اون رو هم قبول کنین وای کرده باید برند و هم خیلی بود هم خیلی. آیا راست است که شما با مخلصتان اویله دار شده؟ بله این راست است. ب نه این اوضاع حقیقت نداره. بله راست است. در خود نویای شهر تو همون سالا بود. همون زمان سال بود که همراه اپاشون مادرشون در هم برنامه کنسرتی اشتراک کرده بودن. همون سال 2009 در اونجا خیلی دیدیمو. بعد گفتیم خیلی بعد دولی بعد چک میکنیم. بعدم خیلی همون کردیم. زمان یک جا است. بله زن دیوم نگرفتی؟
نه برای چی در نقشه نیست؟ چون بسیار همین خونه ما رفت بودی بسای ما دیدی زنی دیمام جهت تزام بگو قاورت میکنه و زنده میگیری. خونه دیگر ندارید آخه؟ نه دو فرزند دارید. دو فرزند ابوبکر و شکرونه. برای چی قدر کم؟ او زمانو در خوب نیست. بعد خونه هنرمندا میره 7 تا 10 تا تو یورا نمیبینی کدومش بسیار میزنه میکشنش. علاق میسپرن. من در اختیار فرزند دیم رو اجازه دادم بنوام. از خود تهیلا میخرون میپشونی. این گودا کورش کن میکنی. که ایجورا نشین هم دان در مترو ماروژنیک، کویستون در ماروژنیک، زمستون در پیروژنیک. سویت میگه بو. به صنعت زندگی خوش گذراندن میتوانید. بله میتوانم. نه به صنعت نمیتوانم. و از زورآمد برای پیش بردن زندگی به صنعت مشغول هستم. هم زورآمد نه که صنعت من به حد دوست می‌دارم. برای که اگر از امی خوردیم ذوق شوق نمیشید، لیکن به من مجبوری هم خیلی یه مرا بشناسن یک دفعه که ایخ شمادی و که وینی خوردیم بعد خوندم دانشکده صنعت تو دیپلم دارم هم اکتوری هم رژیسوری چخیل من نقص نبینم. بله. چخیل خم مخلصو دستگیری میکنن دعوت میکنه برنامه ده چخیل من نقص نبینم صنعت من. سوالی اخیران فقط راستش رو بگید. با شما چقدر مبلغ دیدن که ترک صحنه میکنید؟ $10,000 ب 15 و در دوشنبه دو خونگی و یک ماشین مرسدس. نه ماشین نخرم. ماشین نخرم. خونه چی؟ خونه مایل خونه خرم بسای. دیگر ترک صحنه چاو میکنه. هستی هم تر مرده که بگه که نه خونه را بگیری دیگه صحنه بازی نکن. پیدا میشه از برنامه ما. هست آدمای هست که میگه اند صحنه بازی کو بوش در کوارتیر. آنها چه بوش میگه اند صحنه بازی کو در هم کوارتیر نبوشی. اگر یک مرد جدی پیدا شود میخواد به شما کمک کند خونه تیار. خیر خدا خواهد بود نماز شما در برنامه چند کانال قطیبای کردیم. اگر بگه که هم خونه میتونم هم مرسدس میتونم بگم مرسدس هم میونم چیزی شما نمیتونم مرسدس هم مرا میتی در همجا قسم میخورم اگر بتم میونم تو دمیت باش شما میگینم خب هم ماشین هم مرسدس هم میگیرین میگم هم خونه را میگیرین با هم جوگای توی میرین نه توی مالی میدونی برای چی گپ شما رو میبرم یک دخترک من نامش نمیگیرم نه صنعتکار بود در برنامه ما شرکت ورزید ما از برنامه با او به قول شوهر یافتیم وای میخواست که شوهر کند یک نفر پیدا شد از روسیه با او قریب هر هفته پول میفرستاده است که تو دیگر به همین صنعتکاری مشغول نشه در خانه تو اومدن من میشینی پول کوارتیر زندگی فرزنده همشه گفته است من پیش میبرم بالای همین قدر مبلغی که بابای روان میکنه است باز گوییم که برخواسگی رفته است خیانت کرده است و درکی او را یافته است از همین خاطر میگم که باز شما خانه رو هم گیرید و مرسدس هم گیرید و نه باز جوگای قطعی ما قطعی دلشد نموزلیه خیلی گلدونه با توی روین یکون توی دخیش تواشون بینه نه ادرانجا ما به سبب میگو که به سبب این صنعت ما به سبب زندگی ما برای زندگی نه که با میگم که کسب خوندم کسب تمام کردم با در کسب من میتونم که فقط شاگرد تربیت کنم خودم در صحنه بازی نکنم ممکن من شاگرد تربیت کنم خودم بازی نکنم برای چی دیگه خسته میشه که اوستا همین زمان میشه که همون مخلص هم خودش میرود دیگه کسا میخوان در صحنه چهره‌ای نو میخوان نویگری میخوان که دیگرو بازی کنم بس از من در نقش اگر من بازی کنم با یک کس دیگر مثال همراه خودم بگیرم بازی کنم میگن که در موی سر سفیدی دیدی بس که میگن کو ما بگم کو سن اگر هم دو خونه را بتکو دو خونه را بتمایل موشینش نه که موشینم ما وعده دادم میگم موشینم میتم میگم که همون کسی شما هم موشین بگید شما های کنین یک یگونه در کار میشه میگم ادرام ببین موشین بودا که ای موشین فروختم در نگو موشین بگید شما چشمتون خوبه بله خونه را بتن که یک همین در همین یا سرپناه یا خونه باشه بس دیگه میگم که فکر میکنم که فقط برای فرزندو با امیدی آنه که فخرالدین عربشاه در شهر دوشنبه صاحبی دو حجرگی شوند برنامه اسرار هنر رو جمع بست میکنیم چی تمنی دارید با مخلصان؟ با مخلصان خودم و با مخلصان کانال ام پروداکشن
шахсан ба шумо абдураҳмонҷон барои аввал даъвататон ба ин барнома хеле изҳори сипос мекунам. Ташаккур зиёд ки мара аз ёд набаровардӣ абдураҳмон, рафти ай ҳавлим гирифтӣ овардӣ. Саломат бошӣ. хеле миннатдорам ва бигзор мухлисони мо ҳамеша бо мо бошанд ва дар тамошои саҳначаҳои мо, дар тамошоҳои барномаи ҷолиби канали М Production бошанд. саломат бошед. зинда бошед. ва бинандагони азиз, меҳмони барномаи асрори ҳунар буданд ҳаҷмнигори шинохта Фахриддини Арабшоҳ. барномаи асрори ҳунар буд тақдими шумо аз канали М Production. шумо ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. хайр, то барномаҳои дигар.